رفیق یک تکیهگاه سوای پدر و مادر و والدین و خانواده. یک آدم دیگری است که آدم میتونه بهش تکیه کنه. انسان خردمند به قول آقایون نیاز به گفتگو داره، نیاز به هم صحبت داره، نیاز به این داره که یه همدلی بشینه کنار یه همدلی باش حرف بزنه. خدا رحمت کنه آقای شجریان رو که مرد بزرگی بود. ایشون یه چیزی در مورد همکاری با پارتنرش، با اون کسی که باش ساز میزنه، یک اصطلاحی به کار برد خیلی زیبا. میگفت ما دلهامون با هم کوک شده. یعنی مسئله این که صدای آقای شجریان یا ساز آقای لطفی کوک شده نیست، دلهاست که کوک باید بشه. در رفاقت هم همینه. به به، خیلی تعبیر زیباییه، دلکوک.